ماشین خوشروی بوده است لیکن متاسفانه یک در دارد نمیشه. حالا شوکت چه حال داری؟ حالی ما از تو وابسته است. چی کار داری؟ چرا چی کار دارم؟ برادر من شوکتم. برادرت با شخصی که پگاه توی دارد با من ماشین عروسی وعده دادی. چی شد؟ ای خدا شوکت این کار حل است. فکر کن که این ماشین رو من گرفتم. خاطر نباش. اکا بو یگون کمبودی نشود. نه شوکت مثل کودکان گرد نزن برادر. ماشین در دست من است. وعده دادم و وعده‌ام وفا میکنم. چی با من باور نمیکنی؟ پرسیدن عیب است لیکن ماشین رو از کدام رفیقت میگیری؟ پرسیدن عیب که باشه چرا میپرسی شوکت؟ ای خدا رفیقم رو نمیشناسی از پای کارهای خودت شو جوره جان و بچه خوب است وعده داد وفا میکند خاطر نشو. شوکت رفیقم با ماشین خودش آمد. اگر ماشین رو ببینی جوره دهانت آب میکشاید. ماشین خوشروی ترینی عروس و داماد از آن خودت میشود خاطر نشو. ای جوره جان یا لوبلیتی بیاده. ای آهسته و احساسات داده نشو جوره. خیر مالش حالا باشد من ماشین رو میگیرم و پگاه در توی با میخوریم. میگوین که سالها گذرد هم چشم دیگر نمیشده است. در حقیقت چشمان دیگر نشده است. خودت هم دیگر نشده ای. شام بخیر. حیات بسیار عجیب میباشد که ما رو با مرور زمان دوباره باز با هم واخورم. ببخشید ما با هم شناسیم. ایده تو چه برا نشناختی؟ خدا چی گم است؟ ایده گفتید ببخشید شما مرا با کسی مانند کردید. نه اینطور نیست. یک چیز میپرسم تو در پاریس در دانشگاه ملی میخوندی؟ نه دانشگاه اسلوانی تاجیکستان رو ختم کردم. ما رو ببخش که خطا کردم در نزد تو شرمنده شدم. با فکر من دیگر برای تو نگاه کردن نمیتوانم. آدمان رو خدا جفت می آفرد. انا با همین شب باوری پیدا کردم. در حقیقت با برنامه مانندی داری. با برنامه؟ همه پیش ایلا گفتید کو؟ ها نام دختر ایلا بود لیکن خودش رو برنامه گفت. یک دختر عجیب بود. مالش استراحت خوش من میروم. تشکر زیاد. و شما هم آدمی عجیبی بوده است. بخشش در چشمانتون لینزه مانده؟ نه این چشمانی خودم. اوه رنگش کبودی زیبا بوده است. کجای چشمانم کبود است؟ پایانش استراحت خوش. برادر یک پیاله شیرچای ریز. الو نشونیده ایستادم. فهمیدم. در چشمانت لیزه مانده یا نه؟ کاری شما نباشد. و بیرون برایم زنگ بزنم. برای زنگ زدم و بیرون ببرایم. ای سلیما برای تو. شام بخیر. نگاه کن موی لباسه بیده است. این که باشد؟
کنه ببینیم چی دارد. خدا جان و همیان نگاه کن تماما خالی است. این چی نمود بایگری می باشد، فقط کارت دارد و خلاص. در دکانهای ما کارت را قبول نمی کنند. این را بین، مردم دوز را در کیسه خود گرفته است لیکن خبر ندارد. این کار نیست که شما خاطر شوید. پروا نکنید، کمتر پس طریق کامراها موشنتون پیدا می شود. آقای پلیس، شما مرا نفهمیدید. من فکر ماشین را نه، فکر آن مرد را کرده ایستادم. کامراها را از نظر گذراندید؟ بله، به کامپیوتر شما فرستادم. پس برای چی خبر نمیدهید؟ و دقت کارمندان BDR رسانیده می شود. رقم ماشین 34 JR 8532 می باشد. دوست کالتاکالوس است. ایتوات فهمیدم. حالا شوکت، از جوره هم ماشین را گرفتم و اگر تو آن را ببینی هوشت می رود. اینجا تنبه بوده است، باتر زنگ میزنم. کالتاکالوس را پیدا کردم. زود رفتیم. کالتاکالوس را پیدا کردند. حالا او را تعقیب دارند. خواطر نباشد جناب، ماشینتان را 2 دقیقه پس به شما میسپارم. آن آدم را دیدن میخواهم. فهمیده؟ ماشین ها را آماده سازید. زود باشه. راه شوید. 3811 بیان یک رزازن. 3811 بیان یک رزازن. اینو بینه ها، ساعت 3 شده است. بسیار خوب کردم. بچه امروز توی است. اکا بیجا شدی منو شرمنده نکنی. الو جورا جان، الو جورا جان، جواب ده. التماس پگو دیر نکنی. در هیجان میبوشم، شبانه خوب نکردم. برادر کجا شدی؟ الو، خواطر نشو شوکت. گفتم میوایم، البته میوایم. میدونم خواطر نباش عزیزی برادر. در ساعت گفتگی هم در اونجا میشوم. تمام. میدونم بسیار مهم است، اما آمده نمیتوانم. حاضر 1 دقیقه. چه شد؟ سردارم، ماشینی را که کلاس دزدیده است تا حال ناپدید است. وای آدم را باید امشب پیدا کنید. تا وای آدم را پیدا نکنید اون کس به خانهش نمی رود. مرا فهمیدید؟ روی مرا خبردار کردید. اطاعت. الو زنک جان، کلاس را جستجو دارم. خوب مایلش البته میگویم. از کلاس خبری شد؟ نمیدونم. از ماشین دیده پلیس بسیار است. جناب، گاستوکی سرخ رو بر میکنید؟ نه عزیزم. لباس های کهنه‌تان رو در بارخالتا گیرم جناب؟ نه، لباس هایم رو نمیگیرم. برای شما بخشیدم عزیزم. جناب پولی لباس ها رو ندادید؟ میدانم. چی گفت؟ میدانم گفت. چی رو میدونست است؟
میدونم آدم تو این درجه نقد نمیشد است. بس سکنون فقط کلاس بازاد روز زهرا رفتن دیر کردیم. جستجوی این مرد رو بس کن. چه میگویی هله؟ کار من جنایتکار رو دستگیر کردن است. در استانبول تنها همین مرد جنایتکار است. تو فقط همان کس رو دستگیر میکنی. او رو به دیگر کس گذار، از پس دیگر کس شو. میشود. این دفعه البته دستگیرش میکنم. این رو میبینی. اکا جان تمام گلها رو چسبوندم. تمام شد؟ حالا تمام نشده است. در قفای ماشین هم گل گذار. اکا این ماشین خودش گل است، چرا گلی بسیار میچسبونی؟ اوه خدای ما. ای بچه پر گپ نزن. مشتری چیزی گفت همون رو اجرا کن. من هر روز ماشین رو آران نمیدهم کو. در یک سال یک مرتبه چیزی که خواهم در کجایش که خواهم میگذارم. گپ نیست برادر. من شامپول باید پرداخت کنم. نرخش 5000 لیره است، لیکی برات برای خودت 3.5 ته میشود. 3500 لیره؟ ها جون. حاضر؟ توبه، پولم رو فراموش کردم. حجت های ماشین رو دارم، در دست شما استد پول آورده میگیرم. این حجت ها ماشین میبرن محکم میکنن. آها درست میگویی. قریب بود که این رو فراموش کنم. به حجت ماشین رو رانده نمی شود. شما ما رو از یک شکنجه خلاص کرده. با بدعه چطور میفهمانم؟ اونها رو نمیفهمند. اگر دیر کنم توی دیر می شود. حیات نوجوان ها رو نباید سوخت. اگر باور میکنی تو در حقیقت آدم نیک بوده ای. قریب بود که حجت ها رو فراموش کرده رفته بودم. برادرم دست درد رو نبیدن. دست شما هم درد رو اکنون رفتیم. تشکر برادر. یه بچه پول ندادی کو؟ این حیوان کی بود؟ نمیدونم، کسی بود باب مون کرد. اونال از تو التماس میکنم این شب آیدی کلاس سخن نگو. شنیدن نمیخواهم. زاد روز زهرا رو برباد نده میلش. بله اینجا من عیبدار میباشم که ما رو یک چند بار راندن باز رفته ایستادم. یگون کس تو رو نرونده است. تنها به گپای بابایم اعتبار نده. کمتر وزنین شوی چیکار میکند؟ حاله من چقدر که وزنین شوم هم یگان چیز دیگر نمیشود. باز کاری میکردش رو میکند. حالا میبینی. اما اگر امشب هم مرا براند قسم میخورم که اونجا بار دیگر نمیروم. میفهمی؟ بار دیگر نمیروم. دیگر این طور نمیشود. اگر میشد زهرا ما رو دعوت نمیکرد. لیکن بابا نمیشود گفتم. وای پلیسی ناآدم به این خانه نخواهد قدم گذاشت. لیکن بابا من آنها رو دعوت کردم. چی؟ دعوت کردی؟ به اجازت من چی خیل دعوت کردی؟ اپا امرو در شب نشینی زد روزم دعوت نکنن؟ من اپات را دعوت نکن گفتم؟ اگر تنها اپام را دعوت کنم میدونید که اپام زیق میشود. تو میدونی که با وی آدم خاندار شدم مرا چقدر زیق کرد. آخر بابا جان همش شده گذشت. شده گذشت میگویی؟ یک چیز را بدان دخترم، از وی آدم به من فایده نیست. در حق مردی که عمرش 6 ماه مونده است تو چی گفته ایستاده ای؟ 5 ماه و 23 روز، عمومی 673 روز. تو روزهای بابایم را حساب میکنی؟ جانم تو همیشه روزهای به شمار بابایم مونده است نمیگویی؟ چی خیلی؟ تو این طور گپ میزنی نمیفهمم. وای مرد به ما هم مادر و هم پدر بود. همه چیزی ما همان است. جان از شماردنم قهر کردی، لیکن خدا چنون گم میزنی که گویا او میمرده باشد. مایلش شد تمام بس کن. بابا جان التماس مرا نرنجانید. التماس بابا جان. مایلش لیکن وی آدم 24 ساعت به تو دعای خیر باید کند. اگر نمی بودی او هرگز به این خانه قدم گذاشتن نمیتوانست. قدم گذاشتن نمیتوانست. بابای جانم دیلو جانم. زهرا اگر خانه دار شوی بدان که من در قبرم راحت میکنم. بابا جان مهمون ها آماده ایستاده. من رفته پیش بازگرم. اینجا بشین.
زود موضوع را عوض نکن. مرا گوش کن. وقتی که از این مسئله گویم زود موضوع را دیگر میکنی. بابا جان من مهمان را بشین. بگذار مهمانان انتظار شوند. اما من انتظار شدن نمیتوانم. پیش از مردن میخوام ببینم که تو با کی آیله دار شده ای. آرمانی ماندن نمیخواهم دخترم. آخر بابا جان من یگان کس را دوست نمیدارم. امروز نیست، اگان نیست، تا کی تنها میگردی؟ عمرم به جای رسیده است دخترم. زهرا؟ یا میخوای که من بمیرم و تو بد خانه دار شوی؟ بابا جان خدا نگاه دارد. اگر اینطور باشد مردنم را که نخواهی آرزوی آخرینی مرا اجرا کن. بابا دیگر اعتراض نکن. خانه دار شو. حالا شوکت بچه کجا شدی تو؟ برادر جان متاسفانه من آمده نمیتوانم. میگن که وعده دادی وفا کن، قول دادی اجرا کن. گپ نیست همه روز تو مرا اگر احمق کنی. بچه آمدم کمان. چه ترسیدی؟ نه ترسیدم. در کجایی؟ نترسیدنت معلوم. تلفن رو خاموش کن، من آمده استادم. زهرا کجا گشتی؟ همه تو رو انتظار است. برای چی تبت خیره می باشد؟ چه بابایت رو راضی کرده نتوانستی؟ نه راضی کردم، هر دویشان هم می آیند. این خیل باشد چه مشکلی داری؟ بابایم می خواهند که از مردنشان پیش من آیله دار شوم. هیچ گپ نبوده است گو. من فکر کردم که باز یکم گپی نو شده است. یعنی این دفعه قرارشان قطعی است. چنان قطعی بود که برای اول این طور رو میبینم. حیرانم چی کار کنم. حالا این رو فکر نکن. در بیرون تو رو انتظار می باشند. از این برمیاد که آقای اکرم تا نبیره دیگرش را اویله دار نکند با آن طرف سفر کردنی نیست. خوش آمده. تشکر. زاد روز مبارک زهرا جان. خوش آمده جانم. از سحر این جونی قراری چی پوشیدنم را دادن نتوانستم. چرخ بیزن کنی؟ بسیار زیبا شده ای. این شب تمام شود و خلاص شوم. اگر بابایم نمی بود یک دقیقه هم در اینجا نمی ایستادم. برای چی؟ خب کن. چقدر تای آمده است. به نزدی اون می روم. چقدر را تو دعوت کردی؟ من دعوت نکردم، او خود رو دعوت کرده است. چه خیل؟ با من گفت که من هم به زادروزی زهرا روم. من با اون گفتم نتوانستم. سیلین میدونی که او با من معقول نیست. برای چی دعوت کردی؟ چی کار کنم؟ وای هم کارمان است. باید نمیگفتم. بله مرا در حیرت گذاشتی. چقدر تای؟ میلیس تو هم در همین جایی. خوش آمدی. میلیس جان با اجازه تو رفته از زادروز دو رو تبریک می نمایم. زهرا برای دعوت کردن به شب نشینی زادروزت تشکر. آقای چقدر آباد باشید. اپام باید نام آمدن. شما صحبتتان رو ادامه دادن گرید. من آنها رو پیشواز میگیرم. خب
برادر اگر یک دقیقه دیگه دیر میکنی تلخکف میشیم با خودو. دوستم من در این روز خرسندیت سرت رو نمیخواهم پس برادر جون تبریک میکنم. تبریک. اکنون میرخصه بس شبچم ازم میلگی خوش آمدی. کنی با تو یک نگاه کنم. با تو چی شد؟ غمگین می نمایی؟ یگون مشکلی نداری؟ نه همه خوب است. تنها کمک مونده شدم به همین خاطر. تنها مونده شدی؟ البته. بابایم رو راضی کرده توانستی؟ راضی کردم خواطر نشم. خیلی خوب. یک دقیقه زهرا کی را راضی کرد ایستاده است؟ اگر یگون مشکلی باشد بهترش من از حاضر میروم. نه جون یگون مشکلی نیست. اگر تو یگون کم بودی نکنی همش خوب میشود. یزن خوش آمدید. خوش باشی. یزن برای چه زیغ می نماید؟ از سحر باز در گفتگوی کلاس می باشد. این دفعه او را دستگیر می نمایم. دیگر از دست من گریخته نمی تواند. شما فقط درباره همین گپ میزنید. نفهمیدم کلاس رو دستگیر کرده چی کار میکنید؟ جانم این کلاسی تو میدونستگی نیست. انسان است. انسان؟ انسانی ما میدونستگی نیست. دوست می باشد. دوست خانه و در ندارد، خیشتبار ندارد. قریب که دستگیر میکردیم لیکن زاد روزی تو بود. جانم تو امشب مگر وعده نداده بودی که اویدی کلاس دیگر گپ نمیزنی؟ اوه زهرا جان تو خودت شاهدی. آیا موضوع کلاس رو من کشادم یا او کشاد؟ هیچ کس نکشاده است. من کشادم. من مرحمت. زاد روز مبارک زهرا. خیریت که تولد شده ای. زاد روزت مبارک باد. بابا جان تشکر. تو به من از همه هدیه کلانت را آماده ساز. کلاس هلو هم دریافت نشده است. مادر انگشتری های زهرا رو دیده؟ عمرت دراز با دخترم. زاد روزت مبارک. برای جلب کردن دقت چقدر این طور رفتار کرده ایستاده است. عجینه. تبریک میکنم جون. تشکر به شما. البته که هوا بلندی میکند. نگاه کن چشمی آقای اکرم بغیر از او دیگر کس را نمیبیند. من نمرده خانه دار شو گفته است. در گرد اطراف نور پاشیده ایستاده. زاد روزت مبارک باشد. تشکر به شما. این یک، این دو و این سه. برادرم اینش از من به تو هدیه. همیشه شاد و خرم باشی. خوشبخت باشید. تشکر برادر جان. بابا جان با یزنم خوش آمدید نمیگویید مگر؟ گوش کن. از خانه نراندم بس نیست؟ بابا جان اونان رو مجبوری به این بزم آوردم وگرنه خودش نمی آمد. تو برای چه خورسند می نمایی؟ تینجی است؟ یا برای جدا شدن قرار دادی؟ بابا جان سیمایت رو خوش کن. حالی نمیبینی که آدم درهایش رو در روی محکم کرده است. اینجا آمدنی من از اول خطاب. خنده کن. برادر من نمیدونم تو رو چی طور راضی کنم. سفسطه نخواهند شوکت. تمام خرشای این مهمانخانه پرداخت کرده شده است. کیف و صفای یارتان بود. رو گرد.
من از تو میندارم برادر. خدا در پناهش تو را نگه دارد. خوشبختی ها را آزمودن در کار. خوش باشید. تشکر. گپ نیست برای. خوش باشید. بیا تیز بریم اصلا. اوی آیسته ایسته خیر. وضعیت چگونه است؟ حالا همون رو پیدا نکردیم. فهمیدم. کلاس در کدام شکافی در اومده باشی؟ زورو جان با تو چی شد؟ برای چی تو اینقدر غمگین مینمایی؟ یگان واقعه رخ داد. اپا جان بابایم خواست که پیش از مردنش خواهشش رو اجرا کنم. نمیدونم چی کار کنم. میدونی او باید زخم نشود. از یک طرف فکر کنم بسیار خوب شده است وگرنه تو نیت خانه‌دار شدن رو نداری. اپا اقلا تو همین طور رفتار کن. شوخی کرده ایستادم. تو زخم نشو. من رفته با او گپ میزنم. اپا ایست تو گپ نزن. میدونی که ازم با او مشکل دارد. ایست! تو کیستی؟ در خانه من چیکار کرده ایستاده ها؟ با خدا که به خونه شما بودنش رو نمیدونستم. اینجا خانه من است. البته اینجا خونه شما من نمیدونستم. ارتیسی نکن. تو را که اینجا روان کرده؟ با خدا که یگان کس من رو روان نکرده است. تو برای کی کار کرده ایستاده ای؟ من برای یگان کس کار نمیکنم. حتی برای خودم نیز کار نمیکنم. تو با من حاصل میکنی ها؟ اکا استغفرالله. من با این حالم چطور حاصل کنم؟ سلاح نشان گرفته من چطور حاصل کنم؟ همین سلاحتان رو از دستتان بگیرم و به طرف شما دارم. شما هم حاصل کرده نمیتوانید. خب کن. من حاصل شاهانه میکنم. شاهانه حیوان. میدونم حاصل میکنید لیکن حلاوت برده نمیتوانید. تو چه خیلی انسان هستی؟ باز خلط مرا پوشیده ای ها؟ بکش! فهمو اگر مشکلی در خلط باشد مرحمت حاضر. تو چه کرده ایستاده ای؟ پوش! پوش زودتر. تو دوستی چی تو؟ تو دوست هستی ها؟ کنی گپ زن زودتر. من دوست نیستم اکا لیکن خونه هاتم در مده یکشن روز ایستادم برای اینکه این خونه خالی بود. میشورم نایستادم. امروز دیروز باز روز دیگر سحری. اکا جان بیا اینطور نکن. اکا جان اگر خواهید زود میروم.
در آنجا رسم را تا وقتی؟ چی؟ رسم را میگویم تا وقتی؟ اکا من وقتم در جای نغز نبود، برای همین اینجا وقتم. اینجا میخ داشت، اگر میخ نمی بود در دیگر جا هم می وقتم. این بی‌ناموس به من خیانت کرد، مرا به دیگری عوض کرد. به من بر این آدم مگر این کار لایق است؟ اکا جان من، تو لایق چون خیانت نیستی. اگر یک قدم نزدیک شوی تو را میپرانم. تو چی گفته ایستاده ای؟ بیپران، من خودم کشتنی بودم. بیپران، پران مرا زود. اکا نکن این کار رو، مرا گناهکار میکنن. اکا ایست، نکنم این کار رو. اکا الجماز، نکن این کار رو. اکا 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 تو چکار کردی؟ حاضر رفتن در کار، از اینجا رفتن در کار زودتر. حاضر تو چی اندازه دیوانه بودی؟ من نفهمیدم. الله زود یاری تجلی روان کنید. حادثه ناخوش روی داد، سراغ را نویسید. زخمدار رو به بیمارخانه روان کردیم. حرکت کنید. اکا کاغذ سفید داره؟ ما این از تو. تشکر. زودتر از پسی وای، زود. چی؟ در کجا؟ زود می آیم، از دست نرود. جانم چی شد؟ کیلس رو یفتن، من باید حتما روم، حتما. سرسته نخور، به خود بیا. حله، التماس. زهرا، عذر میخواهم، من باید روم. این برای من بسیار مهم است. زهرا جو مرا ببخش، این دفعه انیق کیلس رو دستگیر می نمایم. هنال ایستو. این اشتر کجا رفته ایستاده است؟ گرد و اطراف را محکم کنید. بسیار شدند. حله؟ برای چی اونال سروسی ما رفت؟ نمیدونم ینگه جون. شاید یگان کار داشته باشد. من میگفتم تو باشی باور نمیکردی، حالا باشد دیدی؟ بابا جان، یزدان پلیس است، آدمی دولت. شاید یگان کاری ضرورش برآمده باشد. کاری از همه ضرور، از او جدا شدن هلی می باشد. از این کاری ضرورتر نیست. بابا جان، من شما رو نفهمیده ایستادم. میخواهید اپام جدا شود، لیکن شوهر کردنی من رو میخواهید. به فکر شما در اینجا ضدیتی نیست؟ تا با آدم قانوندان عائله برپا کردن با آدمی که از قانون گریزان از خانه دار شوی بهتر است. گاز را پخش کن، تیز را، تیز. زود حرکت کنید. او را پیشگیر کنید. زود باش، میگورزد.
گرد و اطراف را محکم کنید. کلتکیلاس تو رو احاطه کردن. با خوبی تسلیم شو. به یگون نامعقولی از ماشین فرار. حرکت کنید. رفتیم. کلاس حیوان کلاس کلتکیلاس پهن شوید. جستجو نماید. زود دستگیرش کنید. ای یاری کنید. یاری دید. ای برادر یاری دید. در اون خونه تیفل است. تیفلی خوردکک. زودتر در سوختار خاموش کن و زنگ زنید. التماس کی دار؟ ای تلفن برای زنگ زنید. کودکم در بالا ماند. کودکم رو خلاص کنید. چی شد؟ ای برادر در اون خونه یک کودک است. یک تیفلی خوردکک. زودتر اون را نجات ده. ایشالله برکه میابی. چند دو باشه اومد؟ کودکم در اونجا ماند. کودکم رو خلاص کنید. التجا میکنم. ای وای اما دخترم. ای خدا این چه روز بود که بسری ما آمد. ای خدا چیکار میکنه تو؟ او من کجا رفت؟ آخر من کجا رفت؟ چیکار میکنم؟ این مرد کجا رفت؟ این چه روز بود که بسری ما آمد. کودکم در بالا. نتاو این سکار اومده. کودکم رو خلاص کنید. التجا میکنم. نترس بیا. یک گپ نیست برادر. ای بخدا زورده. او را بیای کرسه خوشو میفوره. ای کام تا بزن باشه. ای سرت میسوزه. تیز برو. کودکی من آورده باشد. کودکم رو خلاص کن. التجا میکنم. کودکم رو نجاتی پروردگار. آفرین. تشکر اکا. تشکر جانم. هزار رحمت باش چی محقق کودک رو اینجا بود جانم. نجات داده. شیرینکی من. تشکر با تو برادری در عزیز. پناهش گیرد اکا. تشکر با تو. خدا برکت دهد با تو. برکت پروردگار نگهبانت باشد. هزار رحمتی کلان اکا جان. نگهبانت باشد. برکت دهد با تو پروردگار. نگهبانتون باش. برکه یابی پسرم. برکه یابی. تو ما را ای تشکر زیاد برادر. آفرین. ما این نیکی شما رو هیچ دستگیر کنید. گرید. زود باشد. تشکر با تو برادر. تشکر.
چیکار میکنید؟ با او دست نرسید. او با ما کمک است. شما چیکار میکنید؟ کاری که باید که شما کنید او با انجام داد. سر دهد او رو. با کی میگویم سر دهد او رو. برای چه قهرمان گرفته میبره؟ اونها این گفت ندارد ایمان ندارد. سر دهد او رو. به ایمان ها سر دهد گفتم. ای خدا این بیچاره را بردن. سر دهد او رو. ابله‌ها من بعد در این میز یک داماد لازم است. به شما اشتهایتم. با اجازت شما من باید روم، کمک کار دارم. دخترم به من چای ده. من وای آدم رو نکشتم. هنگام احتیاج ماشین رو امانت گرفتم. وقتی دوست امانت میگوید مرا به حیرت میآورد. سردار، اگر اعتبار داده باشد من با خانه های در آمدم یگان ضرر نرساندم. این دفعه در حقیقت درست میگوید. حتی در یکی از خانه ها نوشته است که از جمعک کران آب میچکد. آب را از کران کران محکم کردم. به خانه ضرر نمیرساند اما به صاحب خانه ضرر میرساند. تشبس به جنایت. وای آدم رو من نپراندم، ادوکت گرفتم. حالا میبینید بیگناه بودنم رو نشان میدیم. لیکن حجت این طرح نمیگوید. بعدی از یتیم خانه فرار کردن تنها یک کار را کردی که این جنایت است. زوری، دزدی، تجاوز به خانه، طلب و تاراج. قسمی دراز حیاتت را در اینجا میگذرانی و ما در این حیاتت یاری میرسانیم. همین طور نیست مدیر؟ البته. اینجا محبس نیست. مدیر کجا است؟ کجا است؟ بیمارخانه روحی. کجایش خندوار است؟ این عینک دکترتون. او را به حجرش برید. سردارم، من چه گناه کردم؟ چه گناه دارم؟ میدونی چی؟ اول برای تو حرمت و احترام را آموزانم. به حجرش ببر. محبس را مدیری داره میکند یا سردار؟ نفهمیدم. گپ نزن، راه گرد. کلید افزود. مدیر دیده مدیر. رحمت.
چطور کلیدها را گرفت؟ مدیر با دقت باشید. راه گرد. اطاعت. مدیر با دقت باشید. با دقت باشید. این کلاس به دیگر جنایتکارها تماما مانند نیست. تماما. خاطر نشوید. خودش در حجره می باشد. کنی درا؟ انا این خانه نود. رفیقان، انا این کلاسی مشهور. میخواستم که شما را بر وقت‌تر شناس نمایم، لیکن علاج نبود. 10 سال میشود که ما از پسی امید دویم. برای دیر کردنم یک جان تشکر. او را هر کار میخواهید کردن گیرید. خدا صبر دهد. تشکر. چند بار پرسیدنی شدم لیکن فراموش کردم. برای چه نامی تو کلاس هست؟ مثلا نام انا این برادر ژاره می باشد، لیکن ما او را کبوتر می گوییم، چون که وی کبوتر را دوست می دارد. با کبوتر خواب می کند، با کبوتر می خیزد، حتی حاجت خانه نیز با کبوتر می رود. با تو در کیست کلاس نداشته باشی. اگر از کیست کلاس پیدا کنم او را پاره پاره کرده می کشم. نترس، در کیسه هم کلاس نیست. چیکار میکنی؟ هنگام دشواری دو میپرتویی؟ نگاه کن، با من نگاه کن. برای گریختن کوشش نکن که همش بفایده است. این محبس از محبس گوانتاناما هم وزمینتر است، فهمیدی؟ بچه ها، مهمان اومد. خوش آمدید نمیکنین مهمونه. راحت کن، کلتکی است. Geçiyor ömrümde dolmuyor. Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor. Yok mu habisane beni arayan, bu zindanda öyle can gardiyan. آقای حکیم، بابایم رو ندیدید که به کجا رفته باشند؟ سحر بر آمده کجای رفتند؟ خدای من، به کجا رفته باشند؟ زنگ میزنم جواب نمیدهند. اما بابایم از سحر اینجا نیم نآمده است. تلفن جواب نمیدهد. تلفنش رو در خانه گذاشته رفته است. به شما یگون چیز گفت؟ هنگامی از خانه بر آمدن پدرم در خانه نبود. آقای حقی، پدرم بر وقت از خانه بر آمدند. بله. به بیمارخانه زنگ زده بودم، رفیقانش رو زنگ زدم، جواب نمیتین. از سحر به کجا می رود؟ خواطر نشوید، او خورد نیست، حالا می آید. زهرا، تو به کجا؟ ینگه حاضر من برمیگردم. هم قیادت کردم که دستانت را جمع کن. بابا چه ایته؟ دست خالی آمدی. اینجا محبس می باشد، سمبوسه بیاری نمی شود. ای برادر، سمبوسه چیه؟ تا تحپوشت آوردم. در کجا هست؟ شاورما، خودداگ، پیسته، بادام چکیده، ناز.
چکیدن ناز ممکن نبوده. خیلی درو آوردم چی ریز کراخ. چیکار کنیم دیگه؟ این هیکل چینگیز خان نمیرفته باشه اینجا. چیکار کرده گشتی؟ چخیلی؟ چیکار کنم؟ من خوب هستم. دیوانه چخیل چیکار دارم؟ اینجا محبس است. کارهای من خوب بود. من در اینجا چیکار میکنم؟ ای برادر زیغ نشو انشالله در امیسه میبروی. تو با چیکار مشغولی؟ ینگه چه حال داره؟ ای بیا مون ینگه تا تیلو را گرفت و گریخت. نه شوکت به تو یک چیز میگویم. این طور شدنش معلوم بود. همه گپی تو رو میگویم. من از کجا میدانم که این طور میشد؟ آن شب وقتی که من شما رو به مهمان خانه بردم. جانم قصد ملت رو ببین چی طور زیبا است. نگفت، هیچ چیز نگفت. جانم چونین نمود ماشین دار میشویم. بر وقت میگفتم. من نفهمیدم که او کاولری پولدار ماشین دار میخواست. همین رو بر وقتر نگفتی؟ خیلی بر وقت میگفتم. آن روز تو در آسمان بودی. با خدا دعا میکنم که اون مرد نمیرد. اگر بمیرد من تمام میشم. پروا نکن. اون مرد کمتر بیهوش شده است. خدا خواهد پگاه با هوش میبیاید. آقای آروم شوید خودتون رو. کی برو پراند؟ آقای آروم شوید التماس. با من چی شد؟ کی با پراندن من جسارت کرد؟ کنی گبزن؟ گبزن؟ اکا وای دشمنی ما نیست. یک دوست است که به خونه شما در آمده بود. وای بی ناموس را نابود میسازم. من میکشم آن را. من خلاص میشم. خلاص میشوی لیکن تو رو پراندی. دیوانه برای چی شخصی ناشناس رو بپرانم؟ برعکس برای خودکشی کردنش مانع شدم. باور نمیکنم. از یاری تجلی تو تیز سر آمدی. تو در خانه او چیکار میکردی؟ یا اینکه به تو زنگ زد که تیز سر بیا من خودم رو میکشم؟ خیر شد. بیا این موضوع رو محکم میحسابیم. این موضوع رو محکم نمیکنیم برادر. محکم نمیکنیم. چه خیلی که ماشین رو دزدیدی همون خیلی به خانه شخص بیگانه در اومدی. من همه اش رو فهمیدم. با تو چی شده است برادر؟ برای چی به من دروغ میگویی؟ دست رو ده راستش رو بگو. برای چی به من دروغ میگویی؟ وقت تمام شد. خیلی برای چی به من دروغ میگویی؟ مایلاش برادر خدا نگاه. شوکت تو امروز با من چنان خبر خوش رو گفته که بار دیگر زنده شدم. تو برادرم. احوالی خوب است؟ خاطر نشوید. کمتر خاطرش را گم کرده است و چه خیلی که میدانید دست چپش فلج شده است. اگر خواهید میتوانید به خانه ببرید. کالتاکیل است تنجاستی؟ آسمان برای گشتاستی؟ ها حاجت به فرش تازه کنی نموند. مرد از هوش رفته به خود آمده است. اگر حقیقت را گوید از اینجا خلاص میشوم. خیر از سبب جنایت های خردک کمتر میشتم و میبرایم. شخصی را که از مرگ خلاص کردی یگان چیز نمیگوید. باز خطاگی نکند. چه خیلی خطاگی؟ ممکن است که گپ زدن نمیخواهد. نمیدونم. چه خطایی رو یاد ندارم. یگان چیز به یادم نمیآید. زیخ نشوید. خودتون سیاد شدید. برای من مهمش همین است. کارهای تو در چه حالت می باشد؟ یگان مشکلی نداری؟ نه یگان مشکلی نیست. یک دو گپ داشتم بعدتر گپ میزنم. حالا باشد شما استراحت کنید. شما پدر جانی من می باشید. برای حقیقت را گفتن مجبور میکنند. باید حقیقت را گوید برای آن که من او را از مرگ خلاص کردم. اگر وای حقیقت را گوید من در اینجا یک دقیقه هم نمیستم. این طور باشد بسیار کاری خوب کردی. از اینجا می برای تو. نصیب خیر خوش باش. من کار دارم. حالا میبینیم. ساز هستی کفتر بگ؟ یک قخشویه. امانتتان را همچون گوهرکی چشمم نگاه بین کردم. برای بیگانه حس نکردنشان آیله برپا نکردم. حالی مرا گوش نکرد. با پلیس خانه دار شده دانشگاه را تمام کردن نتوانست. گویا که یک دیگر را دوست می دارند. وای بچه احمق است. دختری ما باشد بی عقل است. حیات همین بوده است. زهرا او را تنها گذاشتن مرا غمگین می سازد. بابا جان
برای چی اینجا آمدید و خبر ندادید؟ خواطر شدیم. اگر میگفتید یک جا می اومدیم. پدر و مادرم برابر از دنیا رفته، آنها را زیارت می اومدم. این دفعه خواستم تنها بیایم. برای چی؟ ندانم. از تو شکایت کردن خواستم. به پدر و مادرت تو را خانه‌دار نکرده، به پیش آنها رفتن نخواستنم را نقل کردم دخترم. کیست در اینجا؟ در اینجا چی گپ باشه؟ جیلا 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 کلاس این برای تو فرصت است. اگر کبوتر را خلاص کنی 1 هفته تو را از کارهای محبس آزاد میکنم و کشف پهلو زده خواب میکنی. اگر نتوانی با تو جزای حجره داده میشود. میتوانی کلاس؟ میتوانید. میتوانم. بسیار خوب. کنی مهارتت رو نشان ده؟ برادر فرار نکنی که در دست من سلاح است. تبریک میکنم کلاس، تبریک. هم غالب شرط شدی و هم صاحب ثواب شدی. اما شایسته جزای حجره هم شدی. حجره؟ بله. برای فراموش کردن دیوار برای جزای حجره بسیار خوب میباشد و هم دیوار محبس. با وعدت وفا نکردی. این خیلی نه. ما با وعده‌مان وفا کرده ایستادیم. در حجره کش پهلو کرده خواب میکنی و هم از کارهای محبس آزاد میشوی. همین طور نیست مدیر؟ بله بله. گرفته برید. با وعدت وفا نکرده ایستاده ای. پهن شوید زود.
من راه نشان ده. سلین امروز یگان مجلس است مگر من بخبرم؟ برای انکشاف لایحه مهمانخانه با آقای چغتای مجلس داشتیم، فراموش کردی؟ مگر شرکت ما مهم است؟ زورا جان میدونی که این کار برای ما مهم است، باید تندرش رو به دست داریم. مالش ازم جیغزم بیاید. برای چغتای مجلس بهانه دیداری تو غنیمت است. سلین التماس من این سفسطه ها رو گپ زدن نمیخواهم. زهرا تینجی است. وقتهای آخر بسیار عصبی هستی. آیا خودت میدونی یا نه؟ حتی با من هم عصبی معامله میکنی. چی شد؟ چرا نمیگویی؟ آخر بین ما سیر نبود. بابایم پیش از مردنش میخواهد مرا عائله دار کند. چی؟ این رو خیلی جدی گفت. بسیار جدی. چی خیلی؟ سرین التماس بین هر دویمون بماند. این رو باید یگان کس نفهمد. فهمیدی؟ مایلش لبه پجان که حاضر زود می آیم. تمام چی شده زهرا؟ بابایم بیمار شده است. من باید زود روم. چی خیلی بیمار؟ از کجا دانم سلین؟ سلام. البته به فکر من آدم وقتی که بای و زیبا باشد بسیار کار کردن شرط نیست. آقای چغتای مجلس را با سلین و میموران میگذرانید. من باید روم. بابایم سخت بیمار شده است. فهمیدید مرا؟ اگر اینطور باشد من تو رو میبرم. لازم نیست. جو شدی؟ کلاس؟ باز من فکر کردم که یگان سراغی یافته گریختی. خیلی خیز پیش درام دیوانه. خودت دیوانه. ای زود رو گرده. گوش کن. با پلیس بگوی که اینجا قرارگاه نیست، اینجا محبس می باشد. سالهای مرا دستگیر کرده نتوانست و حاضر باشد قصد آن روزها رو گرفته ایستاده است. لیکن من در اینجا بسیار نمی ایستم. کنان صحت شد و او حقیقت رو میگوید. بچی من میبرایم. ببرایی. کمتر فشارش بلند شده است. این جای خواطری ندارد، لیکن نباید زیق شود. دکتر آمده بود، حالا باشد استراحت کرده ایستاده است. حاله زهرا چی شد؟ برای چی دکتر آمد؟ بابایم ناراحت شد، برای همین آمد. البته ما خبر نداریم، از همش دیر خبردار میشویم. امید میکنم که چیزی مهم نیست. زهرا ایستا. مادر چی شده است؟ واهمه ای حله و زهرا فشاری باباش بلند شده است. دکتر رو فریاد کردم گویا که این باری اول است. توبه کردم خدا. من فکر کردم که یگان چیز شده است. اینش رو هم ده. بابا جان چی شد با شما؟ من رو ترسوندید. خوب هستید؟ این خودش چی گپاله؟ رفته در همه جا آوازه کرده ای. نزدیک شد. وقتی رفتنم بابا جان التماس میکنم. بابا جان خدا نگاه دارد. این چی گپ است؟ التماس من نمیخواهم که شما چنین سخنها گویید. نترسید. من تا توی نبیرم رو نبینم از اینجا به یگان جا نمیروم.
خیز چی گپ؟ چی شده است؟ باید گپ زنیم. چی میخوای؟ من اون روز در حاجت خانه برای کار زدن تو آمده بودم. چی؟ قانون خواست که تو رو بکشم. برای چی؟ من رو از مرگ خلاص کردم. برای او یوری تجلی فریاد کردم. حالا وقت این سخنون نیست. من با کارهای کرده تو چیکار دارم؟ همین را بدان که قانون نیت کشتن تو را دارد. قانون تو را میکشد. تو در اینجا در خطر میباشی. امروز با من کشتن تو را امر کرد. پگاه با کسی دیگر امر میکند. برای کشتن من امر کردن او لازم نیست. نظر با بی‌عدالتانه سالهای طولانی در اینجا موندنم بمیرم بهتر میشه. برادر تو کبوتری مرا خلاص کردی. من این یاری تو را فراموش نخواهم کرد. این کاغذ رو بگیر. این چی است؟ این سراغه شخصی می باشد که برای به خارج فرار کردن شناسنامه تیار می کند. ساخته بودنش را تا حال یگان کس درک نکرده است. از نام علی کبوتر سلام بگو. همه کارت حل می شود. یک چاره داری. این هم باشد در خارج زندگی کردن است. من فکر نوبت دارا پریشان می کنم و تو باشی به دیوار می برایی. اگر مهارتی به دیوار برآوردن را می داشتم می دونی چی کار می کردم؟ یک دقیقه در اینجا نمی ایستادم. ای خدا، من به سرم چی کارها رو بار کردم. الهی همش بخیر شود. امشب تا سحر در حجت خانه بودم. احوالم بد شده است. داروهایی که به تو دادم سری وقت استعمال کن. خدا خواهد صحت میشوی. مرحمت گذارید. با دقت تازه کن. کارت کیلا است.
میدانی تو چی اندازه چگتای را دوست میدارم؟ میدونم. بسیار غمگین شده است. میدانی اگر او غمگین شود من هم غمگین میشوم. آقای کنعان باور کنید که نمیدونستم. با برابری آموختنم زود از این تندر دست کشیدم. عذر میپرسم. تنها عذر خواستن کافی نیست. از چگتای هم بخشش پرس. فهمه که وقتم را یافته با او زنگ میزنم. کدام وقته؟ خودی حاضر زنگ زن. خواهش میکنم. آقای اتکین چی حال دارید؟ آقای چغتای از شما عذر میپرسم. دیگر این خطای خود را هرگز تکرار نمیکنم. اتکین جان هیچ گپ نه. در تندر یک چند شرکت اشتراک میکنند. لیکن میدونی یک تاش غالب میشود. برای فهمیدنتون منت دارم. سلامت باشید. ای بی‌ناموس چه خیلی آدمی نیک شده ای. کی بود جانکم؟ هیچ کس نیست جانکم. هیچ کس. فراموش نکن ما بخشش را یک بار میپذیریم. تو حالا جوان هستی. بسیار تندرها در پیشن. با عقل شو تا عمرت دراز شود. من نپروندم. من یاری دادم. نپروندم. من نپروندم. من کجایم؟ سلام علیکم پسرم. خدا شفا دهد. چرا غمگین می نمایی؟ اگر نصیحت کردنی باشه بیهوده خود رو خسته نکنی. من این نیت رو نداشتم پسرم. بدان پسرم همیشه به خدای یکتا تکیه کن و خداوند را همیشه سپاسگزار باش. زیرا خداوند است که هم درد میدهد هم شفا تا ما را بیازماید. من این گفته‌هایش رو میدانم. هم در غم و هم در غصه هم هست. من برای چی شکر گویم؟ من گرفتار ناحقی شدم و تهمتی شخصی یاری دادم دچار شدم. در این حیات تنها می باشم. آیا برای همین شکر گویم؟ آرام باش. و چیزت به زمین افتاده بود. او را در روی میز ماندم. این خاطره از دخترت است؟ نه پسرم این دنیا دنیای سنجش است. هر کی صبر کرد هم در این دنیا راحت یا هم در آخرت. و جنت و دوزخ را خداوند بیهوده نآفریده است. جنت و دوزخ این هم از سفسطه می باشد. برای فریب کردن آدمان می گویند. این را کی گفت؟ امام ها. امام های مسجد هم خوب می شوند و هم بد. بله بله. امام های خوب بسیارتر در آمد داره. استاد چه حال دارید؟ سلامتیتون نظر به پیشتر خوبتر شد؟ شکر خدا پسرم حالم خیلی بهتر شد. احساس میکنم که میمیرم. این درد پیری است و دوا ندارد. استاد ما را ببخشید جای خالی نداشتیم. از همین سبب شما را در اینجا جای دادیم. هیچ گپ نه پسرم. این کس بسیار انسان نیک می باشد و به امام ها بسیار احترام گذار است. استاد خدا شفا دهد. خدا شفا دهد. سلامت باشید. تشکر استاد. با من عبرت داد. انسان از زمان آفرینش حضرت آدم صاحب احترام است نزد خدا. تنی آدمی شریف است و جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.
درست است استاد، درست است. چی شد؟ از کبوتر یگان خبر نآمد؟ سببی که کیلاس رو در بیمارخانه بستری کردند او کاری کرده نتوانست، وگرنه کبوتر کارش رو میکرد. او انسانی صادقترین ما است. چند روز در بیمارخانه میماند، این حالو معلوم نیست. حالا که در بیمارخانه است او را از همونجا به قبرستان فرستانید. خواهد سردار. саломатиятон хуб аст. пагоҳ шуморо ҷавоб медиҳанд. من خودم رو خوب حس نکرده ایستادم. اگر با دکتر واخورم و بگویم که یک هفته دیگر برای بستری شدنم اجازت میدهد؟ چی یک هفته اجازت؟ شما صحت شده اید؟ فهمم. در حد اقل 2 یا 3 روز اجازت میداد. برایم نگاه نمیکنم. اگر بار دیگر با آن جهنم وارد شوم، رگ خونگردم رو میبرم. میبینم باز ناامیدی تو را فرا گرفت پسرم. این را بدان که در هر کار خیر نهان است. با من از اون خیر نصیبی نیست. برای من در دوزخ جای هم نیست. خدا تمام دروازه ها رو برایم بسته است. این طور نگو پسرم. خدا برای هیچ بندش در آن نبسته است. انسان خودش به سوی آن درهای گشاده حرکت نمی کند. رحمت خداوند بی پایان است پسرم. این برای من گذرا نیست. خدا ما را فراموش کرده است. فراموش کرد. خدا هیچ بندش را فراموش نمی کند. ما انسان ها آفرینش خود را فراموش کرده ایم. اصلا ناامید مشو پسرم. برای خود یک چند پند و اندرزهای خوب را قید کرده بودم. حالا برای تو میخوانم. سینه خردمند صندوق راز اوست و کشاده چهره‌ای وسیله دوستیابی و شکیبایی است. گورستان پوشاننده تمام عیب‌های انسان است و انسانی که از خود راضی است دشمنانش فراوانند. کسی را که نزدیکانش واگذارند او را بیگانه خواهد پذیرفت و نکوکار از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است. دوستی نو پیدا کن لیکن از دوستانی قدیم رو مگردان. فهمیدی؟ فهمم. به مقداری آدمان راه است که تو را به خدا نزدیک میکند. چی؟ به مقداری آدمان راه است که تو را به خدا میرساند پسرم. از نام من هم سلام گویید. علیکم سلام. الله بخیر است؟ چرا به بیرون برآمدی؟ کنی به درون درها؟ برای چی؟ شاید دکتر رو جستجو دارم. نه، احوالت خوب می نماید. برادر، به قد و قامت صدقه آیا تو با دیدت باور نمیکنی؟ من از دکتر پرسیدم سلامتیت نقص شده است. پگاه جواب میدن. کنی رو؟ از همین سبب ناراحت هستم. ای به این هم بیمارخانه به من معقول نیست. تو مرا باشد عصبانی کرده استاده ای. را با طاقت درا دم شو. با من دست نرسان. ای میمون گب را نشونیدی؟ با شما بر این امام هیچ وا نخورده بودم. من هم با تو بر این زندانی وا نخورده بودم. از شناسایی با تو بسیار شادم. من هم.
من میدانم تو یگان انسان را نپرانده ای پسرم. من نپراندم ولی شما از کجا میدونی؟ در خوابت گفتی که من کسی را نپراندم. من در حیات بسیار انسان‌های دروغگوی را دیدم، اما انسان در خوابش هیچگاه دروغ گفته نمیتواند. من رفته طهارت کنم. салом. салом. аз маҳбас як шахсро овардаанд. вай дар кадом утоқ бошад? салом алейкум домуло. алейкум ассалом. ошонаи дуюм утоқи 260. ташаккури зиёд. саломат бошед. гӯш мекунам. زیاد این نکیتون را هیچگاه فراموش نمیکنم. من بعد با خود شناسنامه نو میخرید. سلام علیکم بابای ملا. علیکم السلام. جوان ها به ملال ناراحت نشوید. جوانی دخترم محکم کن، محکم. امام رو نیز گناهگار میکنی. خانم چنین چیزها ما را گناهگار نمیکنه. استاد همین طور است، لیکن باید احترام را به جا آورد. همین طور است.
دادم را بردن یاری دهد پلیس یاری دهد جز دادم را بردن مدتی طولانی گذشت برای چی در مسجد ما یگان امام تعیین نمیکنند گویا که در مملکت ما امام نیست من از تو بسیارتر میخواهم که یگان امام تعیین کنند چون که از پس تو نماز میخوانم و سخت شبهه دارم ای توبه اگر شبهه داری از پس من نماز نخوان پسرم وقت نماز شد از آن را بگو پدر از آنگوی مسجدمون هجری است حالا تورات دارد پسرم تو چه میگویی تو حافظ قرآن میشوی رو از آن را ده مایلش پدر امام اومد اکی خلیل امام اومد السلام علیکم امام جان خوب هستی سلامتی من فکرم که این دامولا را به مسجد ما فرستادن السلام علیکم دامولای عزیز خوش آمدید نوری دیده تاج سر قدم هایتان بالای دیده امام باشد دیر با شما را انتظار بودیم دامولای عزیز تنجی باشد پلیس ها آمدن آقای پلیس تنجی است همین است اکا پولهای یک زن را کسی دزدیده است انا همین خیل دوزهای پدر مرده را گرفته برده در پس پنجره محکم کنید درست است درست استاد امامی مسجد محله ما بوده است میگفتید یک جای می اومده من از کجا زنم ندانستم خانم شما دامولا رو میشناسید در راه بخورده بله استاد خوش آمدید خوش باشه شما هم در اینجا زندگی میکنید بله استاد ماشاءالله ماشاءالله اینجا بسیار خوش منظره بوده است استاد خوش آمدید سلامت باشید با استاد کردار نشد از کجا آمده استوده؟ تو چی کار داری؟ تو دیگر شوهرش نیستی که به تو حسابات دهد او زنی ما می باشد تو بین ما نداره از کجا آمده استوده؟ تو با کدام رو از او حسابات پرسیده استوده؟ حدت رو دان سبال رفتیم دخترم خانه رو تا بازدید استاد نصیب باشه خدا به خبرهای محل همین ها اندامولا اگر اینها رو شما آدم نکنید هیچ کس آدم کردن نتوانست بله مرحمت دامولا کجا می رویم؟ در آمدن نماز پیشین را بخوانیم می رویم در نبودن شما دامولا من امام بودم خدا ببخشم بسیار خوب کودکار قاعده بغدادی سبق دادم اوه بسیار دامولای محترم مرتبه شما کجا و از ما کجا تا این وقت نمازهای ما قبول شد یا نه خدا بخشد در چند نماز فراموش کردم تاقی مانم پدری من هم دامولا بود این کس پسرم آغوز خدا خواهد حافظ قرآن می شود انشاءالله مثل بابایش عالم می شود 4 پاره را ختم کرده است 6 پاره پدر 6 پاره از آنگوی مسجدمان هجری بله دامولا نام من زیا دامولا زیا بار دیگر خوش آمدید با گذاشتن قدم مبارکتان خدا خواهد مسجد ما پرشکوه و پر آدم می شود مرحمت دامولا ممکن است که یک سوال پرسم مرحمت بابای مولا بعد مردنمان آیا در عذاب قبر شیطان ما را وسوسه میکند هجری بودی همینطور نه پسرم بله بابای مولا هجری پسرم آیا بعد مردن در قبر زنده شده نماز میخوانی یا یگان کاری خیر میکنی شیطان با مرده ها کاردار نمیشود رحمت بابای مولا خدا از شما راضی باشد صف ها خالی نماند صف ها خالی نماند نماز امروزه رو آقای خلیل میخواند مرحمت این خیلی نمیشود دامولا برای چی نمیشود هنگام نبودن من آقای خلیل نمیخواندن دامولا آن وقت از ناعلاجی بود اعتراض قبول کرده نمیشود مادامی که من امام شما هستم این نماز رو آقای خلیل میخواند این طور شدنش مقبول است مرحمت قامت رو گفته نه الله اکبر
السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. خدا قبول کنه نمازامو رو داشته. خدا از شما راضی باشد بابا. خدا قبول کنه. خدا قبول کنه. سلامت باشه. باشید سلامت. دوملا. ها؟ ممکن است یک سوال پرسم؟ هجری پیسترم. دوملا خسته است. از روز اول ناراحت نکن. من بعد دوملا همراه ما هستند. خدا خواهد سوال میدی، آن کس جواب میدیم. حاضر خانه رفته همه یک جای خوراک میخوریم. راضی هستی دوملا؟ بله. رفتیم. آیا میدونید که من در چند سال کیلس را دستگیر نمودم؟ غیلانتی، حیات، آبرو، همه چیزم را از من دزدید. کار جنایتکار گریختن میباشد و کار من دستگیر نمودن آنهاست. مدیر همینطور نیست؟ بله همینطور. وظیفه شما باشد محکوم هایی که من دستگیر کردم برای گریختنشان مانع شدن است. همینطور نیست؟ سردارم، از گریختن کلاس شما تماما عیبدار نیستید، چون که کلاس از محبس فرار نکرده است، از قرارگاه هم فرار نکرده است. او از بیمارخانه فرار کرده است کو. در اینجا سردختور عیبدار است کو. سردختور کیست؟ سردارم، من از کجا میدونم؟ من دکتر نباشم. الحمدلله. بابای مولا یک چیز پرسم؟ پرس. بابای مولا در قطب شمال 6 ماه شب است و 6 ماه روز. در آنجا چگونه ما نماز میخونیم؟ گویا که بلیت داشته باشد و این شب به آنجا میرفته باشد. مسلمان نباید به آنجا رود. برای چی بابای مولا؟ برای اینکه قطب شمال خنک می باشد. ما در کشور گرم زندگی کرده ایستاده ایم. ما در خنکی در آنجا بزودی کسل می شویم. ما نباید کسل شویم. راست میگوید دوملا. مسلمان باید با عقل باشد، عقلش را کار فرماید. البته بابای مولا اگر بین مسلمان ها و قطب شمال جنگ شود و در جنگ آنجا مسلمان ها اسیر رفتند، اون وقت چه خیلی نماز میخونند؟ گوش کن پسرم، آدم مسلمان با قطب شمال جنگ نمی کند. اگر جنگ کند اسیر نمی غلطد. چکت رو بخور. آقای خلیل، خوراک ها بسیار لذت شده است و به جای دعوتتان خیلی منت دارم. آش شود دوملا، آش شود. به من اجازه دهید. کجا دوملا؟ اکای اکرم رو انتظار است. اکرم کیست؟ تا آماده شدن حجرهتان در خانه آن کس میمونه. برای شما یک حجره جدا کرده است. فهمو آقای خلیل، من کمتر کار دارم. کارم رو حل کرده بیایم بعد رمه می شود. میلش دوملا. بابای مولا اجازه دید همراهتان روم. یک چند سوال داشتم به خدا. نه هجرا جان، تو در اینجاییست، من زود می آیم. این دوملا رو هم گریزان کردنی شین. خوش آمده دوستاد. مرحبا. تشکر. شما اینجا کار میکنید؟ بله استاد. خوش آمده دوستاد. با من برخالته لازم است. شما دارید؟ حاضر. استاد این میشود؟ میشود. چند پول؟ نه استاد، آخر شما خودی هستید. تشکر زیاد. تشکر. سیوال کنی بیرون برو گپ دارم. سیوال با کی گفته ایستادم؟ من با تو یگان گفتنی ندارم. دف شو از اینجا. با من گوش کن، بسیار گپگردانی نکن.
آیا نمیشنوی که به تو گفتنی ندارد؟ از اینجا دف شو گفتم. این زنی من میباشد. تو به این چی کار داری؟ من زنی تو نیستم، میفهمی ما جدا شدیم. این رو عقل نمیگیرد. آقا جان گوش کنید، با زوری کار خوب نمیشود. استاد تو با کاری ما دخالت نکن، دورتر ایست. تو با استاد چطور معامله کرده ایستاده؟ نابکار دف شو از اینجا دف شو. مادر خدا جزایت رو دهد، باز کارت رو کردی. و تو میگویم از من بودنت را فراموش نکن. دف شو از اینجا. مادر جون خوب هستی؟ خوبم. گوش کنید، اگر خواهد دکتر جزم تا این خانم خودشان دکتر هستن. خانم خوب هستید؟ من پلیس را جیغ زنم؟ نه پلیس ضرورت ندارد. جیغ زده چیکار میکنید؟ این لعنتی رو خدا زند. خدا با شما صبر دهد. خدا حافظ. خدا نگهبان باشد. خدا زند این چی گپ؟ مادر این چی نمود؟ امام است. دخترم امام نمیداند و تو میدانی. چی میخواه؟ سلام علیکم. به نزد اکای انگین اومدم. او نیست. یک دقیقه خواندم استید. مرا علی کبوتر روان کرد. بر وقتر نمیگویی؟ با من در مدت کوتاه شناسنامه لازم است. باید اکای انگین رو پیدا کنم. نیست. اپا زود نیست گفتن در رو نپوشه. در کجا است؟ در خارج است. کی میآید؟ یگان وقت میآید. زود خبر گیرید. مرحمت آبی خونو خره. تقا با من هم یک آب ده. شوکت؟ لبای استاد. چخیل استاد؟ مرا نشناختی؟ کلتکیل است؟ داد نزن. رفتیم در راه همش رو نفهمم. برادر بخشش ما کجا رفته ایستاده ایم؟ شوکت خلاصتور رفته ایستاده ای که سوزشواری نسوزه. کمی چی رو خورده ایستاده ای؟ ای برادر میگویند اسراف حرام است، تو این رو نمیدونی؟ این چی نمود؟ واسطه نخلیات؟ برادر همین قدرش رو بخر بعد گپ زن. ای برادر تو کی ای محبس بر اومدی؟ کی به اینجا اومدی؟ کی دومولو شدی؟ شوکت سفسطه نخون، من از آنجا گریختم. او گریختی؟ داد نزن، همه میشنود. شخصی رو که از مرگ خلاص کردم او سرداری مافیا بوده است، میخواهد که مرا کشد. فکر نکن، با یادم بیاید عصبی میشوم. گوش کن، تا گرفتن شناسنامه من امام میشوم، با برابر گرفتن شناسنامه همونا به خارجه میروم. فهمیدی؟ مرا ندیدی نشنیدی، فهمیدی؟ ها؟ ای برادر چنان گپ میزنی که گویا مرا نمیشناسی. تو در اینجا چیکار میکنی؟ آدمان محله برای ایستادن من خانه یافتند. باید رفتم اونجا رو ببینم. تو زود از اینجا برم. یگان مشکلی شد با من زنگ زن. مالش اکن رو. ای دوملا رو. با سخیش خواهیدن روزه میشکنه؟ دیوانه هستی چی هستی؟ در اینجا سوال دهنده کفایه است. یگان مشکلی شد زنگ زن برادر. رو گم شو.
اوه حاجی خلیل بخیر باشد. آقای اکرم خبر دارد برای دیدن جای خوابی داملو آمدیم. فهما قدمتون نوری دیده. مرحمت خوش آمدید. درای داملو. دفشم نترسید نمیگذد. این نرست؟ نه با فکرم موده است. رفتیم با شما جای خانه استقامتی اتون را نشان میدیم. آقای مولا مرحمت بزرگید. مرحمت. تا سال گذشته در اینجا یک پاسبان استقامت میکرد. آقای اکرم او را از کار راند و باری دیگر پاسبان نگیرید. مرحمت بابای ایشان. بخشش. امک جان اینها کیستن؟ در مسجد محله یک امام نو آمده است. از پدرم خواهش کردن و پدرم خانه در باغ بوده را با او تا آماده شدن خانه استقامتی خودش در اینجا می ایستد. اینجا را به قبرستان تبدیل دادم. بله پدر جان مادرم راست میگویند. این چی گپ است؟ اگر رفیقانم بیاید به اونها چطور اضافه میکنم؟ فروخ من فهمیده ایستادم امام در اینجا چیکار دارد؟ طولین پدرم همین طور شدنش رو میخواهد. من چی کار کنم؟ این کار با من هم پسند نیست. دخترم با کاری کلان ها دخالت نکن. رو از پسی کارهایت شو. فروخ اگر دخالت کنیم چی میشه؟ طولین التماس ما هم در اینجا زندگی میکنیم. همین طور نیست؟ این نشست حد جا نکن وزنین شو. چطور وزنین شوم؟ همیشه همین طور است. این مرد کیست؟ امام است. امامی مسجد محله خودمون. در اینجا چی کار دارد؟ امک اکرم با او خانه داده است. در حقیقت؟ بله. استاد اینجا اتاق شما است. هجری کجا رفته ایستادی؟ همون صورت ها رو کنم دوملا. دوملا پاسبانمون مجرد بود. برای همین این رسم رو به دیوال چسبانیده است. بخیر شود پسر. میخوام که ثواب کندن آنها رو بگیرم. سوی ثواب زود ندو. اینطور باشد رفتیم. مرحمت. خوشرو بودشت. مرحمت دوملا. بخشش آیا آن کامپیوتر کار میکند؟ کار میکند. حتی اینترنت نیز دارد. آقای اکرم همه شرایط را مهیا کرده بودند اما پاسبان قدردانی نکرد. یک چند کامره نظارتی هست. او را هنگام دزدی دستگیر نبودیم. استاد گناهش به خودش. بله. مادر جان آیا خبر دارید که در خانه باغ یک امام اومده است؟ در اینجا میخوری؟ بعد در وقت خوراکوری هیچ چیز نمیخوری. چی نقل کرده ایستاده بودی؟ در خانه باغ یک امام اومده است. امام در اینجا چی کار دارد؟ من خبر دارم. یک چند وقت در اینجا می ایستاده است. استاد شما استراحت کنید. در وقت نماز شام باز ما میخوریم. آقای خلیل انشالله. بابای مولا من یک چیز رو نفهمیدم با خدا.
چرا نفهمیدی؟ با سوال داری؟ بله بابای مولو وقتی شیطان از جنت رانده شد حضرت یادم و مادرم الهوا رو چی طور برای خوردن میوه راضی کنند؟ یعنی چی خیلی وسوسه کرد؟ یعنی با این سوال آقای خلیل جواب میدید. شیطان از جنت نه، بلکه از نزد خداوند از مقامی داشته‌اش رانده شد. بله. اکنون فهمیدی؟ فهمیدم بابای مولا، خدا از شما راضی باشد. از تو هم راضی باشد. دومولو من هم یک چند سوال داشتم، پرسم یا نپرسم؟ بچه ها رفتیم، دومولو رو خسته نکنیم. آقای خلیل، جوانها را اگر اجازه دید کمی نزدی من نیستم تا که علم آنها را بسنجم. هر کار میخواید با آنها کردن گیرید. کنی رفتیم. ایجای مرحمت. کنی بگوید چطور طهارت باید گرفت؟ نماز چند رکعت است و چطور میخوانم؟ کنی نقل کنید. بسم الله. دومولو یا امری معروف میکرده؟ چی دیم؟ امری معروف یعنی در باره یکان موضوع با ما سبق میدادید. سبق خواهش میکنم بابایشون. التماس دومولو جان. موضوع سبق ما موضوع سبق ما امروز راههای به مقداری آدمان راه هست که تو را به خدا نزدیک میکنه. راههای دیگری نزدیک شوی به خدا. سیلین من نمیدونم چی کار کنم. نمیخواهم که بابایم غمگین شود. چه خیلی که میدونی بعد وفات پدر و مادرم تمام حیاتش رو به ما بخشید. مازیق نشویم گفته با یگان کس آیده برپا نکرد. بگو من چی کار کنم؟ این رو میدونم نمیخوای که بابایت زیغ شود، لیکن در مدتی کوتاه چطور میشده باشد؟ چقدر نمیشود؟ به فکرم شوخی کرده ایستاده. میدونی چی؟ او فرصتی با تو شدن رو جستجو دارد. حتی حاضر سببی در اینجا بودنش تو هستی. حاضر؟ با رفتارش این رو نشان داده ایستاده است. زورا وی تو رو دوست می‌دارد. با او خانه دار شو. سیلین تو خودت میدونی که من نسبتی این فکری درست ندارم. دوست نمیدارم او رو. از با چقدر خانه دار شدن با امام محلم و اویله برپا کنم خوبتر است. خیر خودت میدونی. شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. مرحمت یک جایشینی. ما میزی دیگر رو بند کرده ایم و شما اشتهایتان. تا بازدید. برای تو نیز یک راه است که به خدا میرسی. برای به خدا نزدیک شدن با تو هم راه دیگر است. مثلا برای تو. برای من؟ نه برای تو نه، برای کرتکبو. گوش دارم بابایشون. برای به خدا نزدیک شدن تو یک راه هست که از دیگر راه ها فرق میکند. چقدر فرق میکند؟ بسیار فرق میکند. راه های گوناگون وجود دارد برادر. حتی برای میوه فروش، سبزی فروش، قصاب، مأمور، کارگر،
صنعتکار، دختر و حتی برای دزدی پدر مرده‌ای که زندانی شده است یک راه موجود است. مثلا یک نمونه میارم. فرض کنید که به یک خانه در آمدن میخواهید و چند نمود راه است. راه اولش به کلید احتیاج دارید، فهمو؟ اگر کلید نباشد راه دیگرش این که با درکشو زنگ بزنید. اگر درکشو نیز نباشد با قیچی، سیم، شروب و یگان آهن و باز با کارت بانکی نیز اگر کارتتان باریک باشد و به سوراخی در درآید این هم می شود. اگر شما خواهید باز راه های گوناگون موجود است تا وارد خانه شوید. به رسمان طریق بالکن می دارید. اگر این بالکن نشود طریق بالکن همسایه می توانی که وارد خانه شوید. اما بدانید که از همه مهمش این است که با همسایه ضرر نرسانی. خلاص مقصد این که همه اون چی رو که من گفتم این معنا دارد. یعنی راه های با خدا نزدیک شدن زیاد است و خدا برای نزدیک شدن به خودش این راه ها رو به ما چیکار کرده است؟ به ما نشان داده است. آفرین. این راه ها را نشان داده است. موضوع امروزه ما همین عزیزان برادر، نصیب در روزهای من بعد چنان امری معروف میکنم که گوشهایتان می جنبد. خدا به همه اتان سلامتی، برکت و آبادی عطا فرماید. آمین آمین. رفتم. یا بسم الله. هیچ گفت سلامت باشید داملای عزیز. مرحمت. مرحمت داملا، بذارید. بابای ملا با خدا ما رو با این امر برکتون شاد کرده. یک جهان مینداریم از شما. داملا با امر ما دل ما شاد شد. استاد پگاه یک طبق خوراک خیر کردنی. مرحمت به خانه بیایید. سلامت باشید. من کاری ضرور دارم. من باید روم. خوش باشید. مایلش داملا تا نمازی بونده خیلی برادرها همه کسی شبی خوش. مایلش شب اکل شبی خوش. مایل رفتیم بچم. خواب نیست. کلاس باید پیدا کرده شود. در کجای نباشد پیدا کرده شود. فهمیدید؟ بی عقل ها شخصی دستگیر شده رو از دست دادید. بله. در آخر راه خانه را یافته توانستی. تا این وقت در کجا بودی؟ حاله این چی گپ است؟ میدونی که در کار میباشم. در ادای وظیفه بودنم رو میدونی. لعنتی کلاس باز گریخت. باز کلاس؟ سحر کلاس؟ بگاه کلاس؟ بس کنم. آیا ما بغیر از کلاس دیگر گپ نداریم؟ حاله التماس جنجال نکن. البته من جنجال کرده ایستادم. من فقط من گناهکار هستم. این کاری من است. این طور باشد کارت را بکن. ای خدای توبه. حاله چی کار کردی ایستادی؟ حاله تو چی کار کردی ایستادی؟ حاله این چی است؟ لباسهایم را جمع کرده ایستادم. میروم. چرا لباسات رو جمع میکنی؟ کجا میروی؟ حاله کجا میروی گفتم؟ من میروم. حاله تو باشد به نزدیک کلاست را فهمیدی؟ رو به نزدش. رو. بسیار خوب شد که یک دو قدح نشیدی. به خود آمدین. پرداخت رو به تو کناندم. حقت رو حلال کن. در نوبت آینده من پرداخت میکنم. بچکت زن. الو بدهم شکست. بیچر به تو چی شد؟ بدهم شکست. خدا
با سوال دیهی سر میشه. باز همان هجری. دتو دخترم اینجا بیا دتو به این ها نگاه کن. استاد خدا میزند گفته بود لیکن تو باور نکردی. احوالشان رو دیدی؟ این استاد به مانند دیگر امام ها نیست. پدر حقیقت راست میگویه. بدتر شود بدتر. او خدایا مادر جان آنها رو کسی سخت لط و کوب کرده است نمیبینید؟ هجری؟ لبای صبح بخیر دومولو. صبح بخیر. 2 ساعت می شود که شما را انتظار است. هاتینجی هست هجری؟ بابای مولا در نماز بامداد نامده. اکی خلیل پیش در شد فکر کردم بیمار شده. برادران همه شما را در خانه آقای اکرم انتظار هستند. زود روید. اینطور باشد آنها رو منتظر نمیکنیم. کنی رفتیم هجری. پدر حاجی رفیقی همخدمت من بود. بسیار دوستش می داشتم. خدا رحمت کند. بله. برابر شنیدن احتیاج خانه استقامتی زود راضی شدم. استاد خوش آمدید. اینجا را همچون خانه خود دانید. چقدر که خواهید میتوانید ایستید. و چیزی که احتیاج داشته باشید بگویید. در مدت خیلی کوتاه مهیا میکنیم. اوی اکرم منت دارم. سرمان به آسمان رسید. شما در حقیقت مسلمان. سلامت باشید. اگه اکرم جان با اجازت شما ما میخیزیم. محترم دامولا لبای میبخشید شما به حج رفته اید؟ از رویتان نور میبارد. ماشاءالله. مدام همه در همین جایین تا قرائت قرآن نکنید برای رفتن اجازت نمیدیم. بار آخر در اینجا در روز وفات پسرم قرآن قرائت کرده بودیم. استاد التماس خواهشی ما را رد نکنید. مقامت چینید. بله شینید. بله قرائت میکنیم. آقای اکرم اگر برادر آغوز قرائت نماید بسیار خوب می شود. برای آن که او درسی ختم قرآن گرفته شده است. ماشاءالله. او قرائت کند و من باشم اگر خطا کند اصلاح میکنم. آفرین. همین طریق شما ثواب 2 کرته میگیرید. مرحمت. سر کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. دخترم با تو چی شد؟ هیچ گپ نیست. آرام شو دخترم. شما بودید فکر کردم. آرام شو. هیچ چیز نشده است. نباید بابا جان خواهش میکنم. تمام آرام شو. بابا جان
سخت ترسیدم، بسیار سخت ترسیدم که بابایم وفات کرده است. تا حال از گوشم نمی رود شوهر کن گفتنهای بابایم. باور کن که تو رو نغز میفهمم. سیلین بیچاره ماندم، نمیدونم چی کار کنم، حیرانم. یگان کس رو باید پیدا کنم، اما التماس فقط چقدر نگوی که برداشت کرده نمیتونم. ای نمیدونم، فکر کردم لیکن نمیدونم آیا میشود یا نه. چی بود است؟ یعنی یگان کس قبول میکرده باشد. چی قبول میکرده باشم؟ سیرین التماس برو گپ زن. باید خورسند شود بس نیست. توی سوخته برکن. سیرین نمیدونم آیا میشده باشد. ها بیا از نزدیک صحبت کنیم. مالش میایم. توی سوخته برپا کن. تنها برای خورسندی باید. زهرا معقول نشد. زهرا تو کجا شدی؟ زهرا ای خدا زهرا